شام 14 نوامبر پژوهشگران تاجیک ابرماه را در رصدخانه حصار مشاهده کردند. ماه بر افق تاجیکستان طلوع کرد ولی بزرگی آن به چشم ناعیان ماند. با وجود صف کسانی که می‌خواستند این حادثه نادر را ببینند کم نبود. دلشاد شاکرова که همراه معلمان و همسبقان خود به رصدخانه آمد، بار نخست است که ماه را توسط دوربین ستاره شناسی از نزدیک می‌بیند. من در اینجا ماه را دیدم، متریدها را دیدم، چخیل با ماه غلدن، پایهای همون در آفتاب پایهایی که بودن من آنها را دیدیم. دانشمندان میگویند در این شب ماه به اندازه 28,000 کیلومتر به سیاره زمین نزدیک شده، حجمش 7% و درخشندگیش 15% افزود. به گفته دانشمندان ماه ساعت 16 روز دوشنبه به زمین نزدیک شد ولی در فضای تاجیکستان در ساعت 19 مشاهده گردید. هنگام طلوع ماه بزرگیش الکی به تدریج کم میشد. همون مدار الیپسی هست، همون نقطه با زمین نزدیکترینش رو در همین ساعت 16:21 دقیقه مهتاب میگذارد. یگان حادثه ناخوش این نمیشود در زمین. در میان مردم تاجیک هنگام تغییر حالت ماه نسبت روزهای معمولی باورها گوناگون است و اعتقادهای هم هست که این حالتها در زندگی انسانها و زمین تأثیر میرساند. هر مولد در هر یک جا هر خیل است و مثلا از جهت تاریخی که من بسیار چیزها رو شنیدم خوندم، آدمان‌هایی هستند که در زمان‌های قدیم با زدن هر گونه لوازماتی که گویا چخچخ و دیگر چیزهایی که صدای بلند و همانطور محتاب از نو برقرار می‌شود، ولی من به این گفته‌ها باور ندارم. که اگونه خداوند میدونه که پیش اومده چیکنه که ما مسلمانان بسیارتر خداوند چی میکنیم که مثالش را اگر یگان سرچشمه از یگان سرچشمه در یگان سرچشمه نآمده باشد، اثبات علمی نداشته باشد، با فکرم به زندگی آدمانی که به حیات و روزگاری انسان‌ها یگان دخالت ندارد، یگان حادثه طبیعی بوده است. یگان بزرگ شدن ماه 67 سال قبل در سال 1948 رخ داده بوده است. دانشمندان میگویند از بس که مسافه گوشه های مدار ماه با زمین فرق میکند، در وقت چرخ زدن آن در مدت های 60 یا 70 سال کنجهای آن به زمین نزدیک شده، نورافشانی ماه بیشتر می شود. در نظر است 25 نوامبر سال 2034 باز ابرماه دوباره به سیاره زمین نزدیک شود.